سلام همراهان گرامی، امروز همراه شما هستیم با آموزش ربات راکی ربیت. ربات راکی ربیت یکی از رباتایی هستش که تقریبا یکی دو هفته میشه اومده و تونسته نزدیک 5 میلیون کاربر برای خودش جذب کنه تو این یکی دو هفته و فقط توی یکی دو روزه، تقریبا 2 روز گذشته تونسته نزدیک 1 میلیون نفر کاربر رو جذب کنه. این هم دقیقاً شبیه همون ربات همستر هستش و بریم برای آموزشش. از این قسمت بالا شروع میکنیم، سمت چپ اسپانسر رو که بزنید این قسمت بهتون میگه که اسپانسر خودتون رو انتخاب کنید. این تقریبا ستای اول برای ایران تحریم هستش ایران و ایران نمیتونیم از ایران عضوشون بشیم، بایننس، بایبیت و اوکی اکسچنج. البته میشه عضوشون شد حالا فعلا، اما مدارک دیگه لازمه که باید براش پول بدید. با اونا کار نداریم. روی سولانا یا تون کوین میزنید، روی تون کوین من میزنم، تون کوین رو انتخاب کنید. شما هم تون کوین رو میزنیم اینجا. این قسمت بهتون نشون میده که در هر ساعت 1390 تا کوین براتون ماین میکنه. حالا من زدم 1390 تا کوین الان برام ماین میکنه. بعد کل سکه‌ای که من به دست آوردم 115k هستش که 115,000 تا میشه. این قسمت تعداد سکه‌ای که الان دارم و میتونم استفاده کنم رو بهم نشون میده. روی این که بزنید بهتون نشون میده که تو چه لولی هستید. ببینید من الان مرحله 0 هستم و اینا رو که بزنید رفته افزایش پیدا میکنه. این پایینم تو هر مرحله که این پایین اسمایی که هستش اینا اسم افرادی هستش که تو مرحله اول نفر هستن. روی آپگرید هم که بزنید میتونید آپگرید کنید مراحل رو. و برمیگردیم عقب. صحبه اصلی، این صحبه اصلی هستش که روش که بزنید همون یکی یکی براتون تفت میکنه. این قسمت رو که میریم فول انرژی رو که بزنید، همین انرژی که داره الان این 5000 تا هستش، کم شد صفر شد، روی این فول انرژی بزنید انرژیش همون 5000 تا میشه. مولتی تپ همون یکی یکی بالا میره که همونه. اغلب بیشترتون بلد هستید. 2000 تا کوین ازتون کم میکنه و میره لول 2 که میشه دو تا سکه. انرژی لیمیت هم که سرعت شارژ شدن این 5000 تا رو زمانی که آفلاین هستید یا فول انرژیتون تموم شد سرعتش رو بالاتر میبره. قسمت ارن رو که بزنید اینجا بهتون ریوارد روزانه میده. ریوارد روزانهش تقریبا یک هفته ای هست، 7 روزه هستش و روز اول بهتون 500 تا سکه میده. دقیقاً این همستر هست، فقط همستر 5 میلیون میداد. روز آخرش این 7 روز آخر روز هفتمش هستش که 32,000 تا میده. کلیم رو میزنید، روز اول رو گرفتید. از اینجا میگه که توییترمون رو فالو کنید. بعد نوشته 3 نفر رو دعوت کنید. 3 نفر رو اگه دعوت کرده باشید روی چک میزنید. ببینید 30,000 تا کوین بهم داد. من 3 نفر رو دعوت کردم. اسپانسر رو که انتخاب کردیم چک رو میزنیم. 5000 تا هم از اینجا داد. یوتیوبشون رو فالو کنید، عضو تلگرامشون بشید. ببینم من ادلیستش رو فکر کنم زدم. ادلیست اینم براتون داخل چنل تلگرام قرار میدم. کل ادلیست ها هستش، از اونجا میتونید ادش کنید عضوشون بشید. چون الان فعلا خودم هم دقیقاً تازه دارم بازیش میکنم، برای همین ادلیستش عضوش نشدم. میتونید توییترشون رو فالو کنید. ببینید زوین رو میزنید، میرید داخل توییتر فالو میکنید. بعد اینکه فالو کردید روی چک میزنید. 20,000 کوین هم از اینجا میگیرید. اینم از قسمت ارن. قسمت بوست هم که همون قسمت اینجا هم میزنید براتون میاره. بعد قسمت اصلیش قسمت ماین. اینجا 3 قسمت داره. قسمت فایتر رو که بخوایم توضیح بدیم، آپگرید اینا الان من زدم لول 2 هستم. باید روی این که بزنید، ببینید روی این بزنید 6000 تا سکه ازتون کم میکنه. تو ساعت 720 تا سکه بهتون میده. یعنی تو هر ساعت 720 تا سکه این براتون میتونید جمع کنید. روی این که بزنید ببین اینم رفت.
بعد میاید این قسمت هم همینطوری هستش. روی اینا که بزنید ببینید روی هر کدوم نوشته که کدوم رو باید ببرید بالاتر. فایتر الان اینو من بردم لول 2. میگه نیاز دارید که فرشمن تورمنت رو افزایش بدید و نگه دارید. ببینید روی این میزنید، میگه اینو باید افزایش بدید. اینو که بزنیم ببینید الان باز نشه. برای اینکه باز بشه لازمه که یکی دیگه رو باید باز کنیم. دقیقاً این همستر هستش. میگه که برای اینکه افزایش پیدا کنه باید بقیه رو هم افزایش بدید. اینم افزایش میدیم، بعد تکنیکال رو افزایش میدیم، بعد استرینگ رو افزایش میدیم. اینا رو یکی یکی افزایش میدید هر چقدر که سکه جمع کردید. بقیه مراحلش هم ببینید باز میشه براتون. اینو الان این بسته بود الان باز شد برام. اینم بزنم ببین الان این لول 1ش تموم شد. اینا صبحونه هستش که از اینجا میتونید افزایش بدید. ببینید وقت دارن، تایمشون تموم شد میتونید کلیم کنید 10,000 تا سکه بهتون میده. اینم تایم داره. اینا همشون تایم دار هستن، تایماشون باید تموم بشه. این مثلا الان تایمش تموم شده میتونید کلیم کنید، امتیازش رو گرفتید. اینم امتیازش رو از اینجا میتونید بگیرید. اینا رو همشون رو اینطوری میتونید امتیازشون رو بگیرید. ببینید اینا باز هستن فعلا. این الان موند برای 23 ساعت دیگه که باز میشه. اینم از اینجا میتونید باز کنید. خب الان اینو من لول 2 هستم. خب روش میزنم، میگه که اینو باید باز کنید. اینو برای اینکه باز کنیم باید مراحل قبلی رو انجام بدیم. یعنی این کارتاش طوری هستش که باید مراحل قبلیش انجام بشه. بعد اینکه انجام شد میتونید اینا رو هم باز کنید. ببینید ربات هنگ کردش. ببینید کوات. خب این مراحلش اینطوریه که باید از اول برید تا آخر. آخرین مرحله رو که باز کردید حالا من با هم انجام میدیم که ببینیم چطوری میشه. ببینید اینا رو یکی یکی من باز میکنم براتون. فعلا کوین داریم. اینا که باز شدن تا آخرش رفتیم دوباره برمیگردیم همون مراحلی که بوده. اونایی که لازم بوده لولشون افزایش پیدا کنه اونا رو انجام میدیم. ببینید هم آخرین کارتش اینم افزایش پیدا کرد. میریم برای ونتور. این الان لول 1 هستش. اینو افزایش میدیم. این قسمت رو میتونیم افزایش بدیم. اینم میتونیم افزایش بدیم. خب الان این چرا نمیره لول 3؟ نوشته که باید فرشمن تورنمنت رو ببرید بالای افزایش بدید. بعد اینکه لول اینو افزایش دادید اون یکی کارت هم میتونید، این کارت هم میتونید باز کنید. ببینید این میگه که اینو افزایش بدید و اینم افزایش بدید. قسمت کواتس هم همینطوری هستش. میتونید اینا رو یکی یکی افزایش بدید. اینو که من میزنم کارت دومش باز میشه. ببینید اینا کارتاشون مراحلی هستش، یعنی مرحله به مرحله باید ببرید بالا تا اون یکی باز بشه. ببینید اینا افزایش میدیم اون یکی باز شد. اینا الان افزایش بدیم این یکی باز میشه. همشون مرحله‌ای هستن. قسمت کلیمش هم همینطوری هستش. ببینید میگه 23 ساعت دیگه بیا. اینم بزنم میگه 23 ساعت دیگه بیا. الان این قسمت هم که میبینید افزایش پیدا میکنه. الان اون اولش که باز کردیم 1000 تا میداد، الان 10,000 تا میده تو هر ساعت. و قسمت تورنمنت بعد اینکه کل اینا رو باز کردید من مراحلش رو میرم یه فیلم دیگه هم براتون میذارم که کامل متوجه بشید. بعد اینکه اینا رو انجام دادید این مرحله دوم آغاز میشه که میاید از اینجا باز اینا رو میزنید لولشون افزایش میدید. بعد قسمت بتل هستش. این قسمت مربوط میشه به مبارزه که فعلا بسته هستش. میگه که به زودی باز میکنیم. قسمت فرند هستش که از اینجا میتونید لینک رو کپی کنید برای دوستاتون ارسال کنید. بعد قسمت ایردراپ هستش که از اینجا بهتون ایردراپ میده. ببینید الان من 1/100 تون کوین دارم. فعلا برداشتش بسته هستش.
و خود رابیت کوین رو بهتون میده که اونم فعلا برداشتش بسته هستش و از اینجا میتونید ولتتون رو وصل کنید که اونم فعلا بسته هست و نوشته که به زودی میاد. اینجا هم نقشه راهشون رو میگه که بازی لانچ میشه که تازگی الان 1-2 هفته است لانچ شده. بعد میگه که تون رو لانچ میکنن روش، میتونید از طریق مبارزه پول کسب کنید، منظور همون کوین کسب کنید. بعد ایدراپش رو لیست میکنم و داخل صرافی قرار میدم. فعلا مراحل اولیش هستش. اینم فکر کنم کارت داره، فعلا نه کارت نداره. اینم احتمالاً براش کارت قرار بدن که اگه قرار بدن داخل تلگرام هر روز براتون میذاریم و قسمت ماینش رو یکی یکی ببرید بالاتر تا آموزش دیگر رو من براتون ضبط کنم، چون الان فعلا اولش هستش که هیچ کس ازش چیزی، یعنی منظور بازی نکرد. ببینید این قسمت فایتر ونتور رو میتونید مراحلش رو افزایش بدید. البته کوین هایی که اینجا میده بهتون کمه، کوین های آپگرید و کلیم بیشتر از اون هستش که اینا رو ما انجام دادیم. مون برای 23 ساعت دیگه اینا رو هم باید اینا باز بشن که بتونیم اون رو افزایش بدیم. تورنمنت هم فعلا بسته است. کوات اینا رو هم افزایش بدید. ببین الان ربات راکی رابیت آموزشش تموم شد. حالا اگه آموزش جدیدی داشت، آپدیت جدید داشت، حتما براتون قرار میدم. رباتی هستش که خیلی هایپ شده و تونسته فالوور خیلی زیادی بگیره، کاربر خیلی زیادی جذب کنه. فعلا انجامش بدید. اگه از این ویدیو آموزش خوشتون اومد لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا یه آموزش دیگه خدا نگهدارتون. لینک ربات رو داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم.